سلام، من متیو هستم و مهمون امروزمون ترند این روزای اکسپلور یعنی ترک فضای مارکوس و دوست خوبش رابرته. رابرت قیافه این یارو از اون سنجم داشتاختره، اصلا باش حال نمی کنم. ای نه مارکوس، اینجوری حرف نزن، زشته، ناراحت میشه. نه بذار راحت باشه، اوکیه. شبیه داشاق برعکس رابرت. ناراحت شدم. ولش کن، به نظرم ادامه بدیم. اوکی. مارکوس تو دقیقاً چه کسشیری هستی؟ باباتم. این چرا انقدر بیادبه؟ اون یکم با فرهنگ ما غریبه است وگرنه ته دلش هیچی نیست. جته، ته دلم جته. یه مدتی هست که رو زمینی اگه اشتباه نکنم. برنامه مورد علاقت چیه؟ امریکن جت تالنت. نه اینجوری کار نمیکنه. بذار من ازش بپرسم. مارکوس، این مدت که با فرهنگ زمینی آشنا شدی دیگه از هنرچیا میدونی؟ مثلا موزیسین مورد علاقت کیه؟ باخ. پشمام، سباستیان باخ؟ نه، جته باخ. آهان، اصلا یه چیز دیگه رو داری میگی تو. چرا اصلا اومدی زمین؟ برای اینکه داشتیم تو سیارمون منقرض میشدیم. چرا خب؟ به خاطر نبود جت و زیاد بودن داشاق. یعنی برای فرار از انقراض اومدی اینجا؟ شیری کمتر به 1% اینجا بیشتر به تویوتا کمری میسازه تا شیر پرتر به 3% بقیه جاها. پشمام، بس ماشینم داری تو؟ یخ. تویوتا چیه پس؟ ماشین رابرته. نه بابا، این چه حرفیه؟ ماشین من و تو نداره. پس دیگه ماشین منه. جدا به یه رفیق مثل رابرت نیاز دارم که هر چرت و پرتی خواستم بگم ولی باز تحملم کنه و پیشم بمونه. 30 دیر.